اگر کسی که در راه پروردگار یک جفت خیر میکند، درهای جنت چی میگفت است؟ ای عبدالله، ای بنده خدا، بسیار کاری خوب کردی، بسیار کاری نیک انجام دادی. حضرت سعدی میگوید پریشان کنیم روز ای گنجی نجوست. مالدارها را خطاب دارد، پریشان کنیم روز ای گنجی نجوست که فردا کلیدش نه در دستی توست. ای انسانی که امروز صاحب کلید هستی، صاحب گنجینه هستی، صاحب صندوق هستی، پریشان کنیم روز ای گنجی نجوست که فردا کلیدش نه در دستی توست. کلید میگیرد کنون بر کفی دست نه هرچی هست که فردا به دندان گزی پشتی دست. امروز هرچی داری میگه در راه خدا خیر کن که فردا پشتی دست میگزی. گویم اهل جمعیت ما شروع شود، انشاءالله کاری خیر است، ثواب است. پول شما در راهی گویم غلط و نادرست ضایع نمی شود. هر کسی که چی مقدار قوت دارد، لیکن اگر با قوت ها باشند در حساب نکنن هم چندی هست پرتویانش، لیکن به قوتاش باشد یگان جای سختی هر شما اوقاتا میورم کپشکا میورم پلاجنی خونم میچکا. التماس برادر عزیز تا آخر این ویدیو نگذرانید، تماشا کنید. شاید بسیاری هاتان در احوال این موی سفید گریان شوید. بالای این مشکلی های زندگی نبیره اش بیمار است و باز پسرش سرش جراحی دیده است. التماس تا آخر این ویدیو تماشا کنید. بکن خیره که در گرمای محشر سایبان گردد، همان روزی که با 100 داغ سر از خاک برداری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل برادرای مسلمان و برادرهایی که از برای الله خیرها می کنند. برادر عزیز، این خانه ها را ببینید، احوال این خاندان را ببینید که چقدر این خانه ها کهنه شده اند. و این حمام است، حمامی انا همان موی سفید است که در اینجا طهارت میکند. برادر عزیز تا آخر تماشا کنید. و این موی سفید است که در اینجا یعنی زندگانی میکند. ببینید که وضع زندگی اش چگونه است. این دگدان است. ببینید که در تگ باران جای خوراک پزی، جای نان پزی است. برادر عزیز، چی خیل دل ما و شما نسوزد. ما مسلمان هستیم، البته انشالله ما مسلمان ها پهلوی همدیگر هستیم. انا برادر عزیز اینجا باشد خانه خوابشان هست. یک بار ببینید برادر عزیز در چه حالت زندگی میکنند. اینها هم برادرای مسلمان ما و شما هستند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بشنید اکا جان، بشنید. یگان مایده شرم ندارید شما، بشنید. ببینید برادر عزیز چه دل ما و شما نمیسوزد. چه ما پهلوی همدیگر نباشیم. آخر همه ما مسلمان هستیم. و این نبیره انا همان موی سفید است. این هم بیمار است که پدرش سرش جراحی دیده است، یعنی معیوب است و پسرش نیز بیمار است. شما اکا جان گپ زنید، چی مشکلی دارید؟ شما شرم ندارید؟ به یگان شرمگینی شما گپ زنید، چی مشکلی دارید؟ بعد نمی اپیلاسن سلامتی خواهم تا چی شیدسته ایشون میره و میغلطم. از کدام حساب هوشتان میرود؟ میدونم با فیلم همین شد همین اپیلاسن چی خیلی هستن. این برادر عزیز همون سر رو که زده بودن ببینید که چی طور دوختگی هستن، یعنی جراحی کردگی هستن. در تلفن هست ها، حاضر نشان میدهیم برادر عزیز. انا بابی جان شما چی دردی دلی که دارید، انشالله چی کمبودی هایی که باشد گپ زنید. انشالله برادرای مهاجر تماشا میکنند، هر کس چنین همت خود خیرها میکنند. گپ زنید. های ما خیلی میگم که پروردگار عمر فرزنداشون درست کنه، عیقشون درست کنه، در این دنیا خورشون نکنه، اقبال و روشون بته. آمین. پروردگار آمین. الله اکبر. ما همه پلازین ما همه بعدی که نمید هر سو ما اوقاتا میورم کپشکا میورم پلازین خونم میچکا. این برادر عزیز خانه بابی را ببینید که به چه احوال گرفتار است.
آب میچکد، همه ویرانه است. انشالله هر کس چنین همت خود 50 روبلی 100 روبلی انشالله خیر کنیم، ثواب میگیریم. شما بابی جان زیغ نشوید، انشالله میشود. یورده ممکنه 1000 کلا در خاک و پشت صدقه. انشالله غمگین نشوید بابی جان. برادرای خیرخواه بسیارن. انا یک قالین ها را از کجا پیدا کردید؟ کی داد به شما؟ این یک تگه دادکم صاحب سرش این ایوش من موس رو آوردم. اینا برادر عزیز ببینید که قالین را از موس را آورده است. انشالله بابی جان شما غمگین نشوید. ما اولش الله داریم و انشالله برادرای مسلمانی ما پهلوی همدیگر هر کس چنین همت خود خیرها میکند انشالله همش خوب میشود. خانه که شما انشالله که بهترین میشود. انا این برادر عزیز همون نواره که سری این پسری بابی را جراحی کردگی هستند بعد از زدن. خوب نمیتابد در تلفن دیگر و انشالله برادر عزیز التماس میکنم این ویدیو را حتما به دوستانتان پهن بکنید، به دیگران برسانید. اگر برادر عزیز بسیاری هاتون بپرسید که برای چی این پسری بابی جوانمرد است و کار نمیکند، برادر مسلمان این پسری بابی سلامتی خوب ندارد، بیمار می شود، بعد از جراحی زود هوشش می رود، یعنی زود بیمار می شود، سلامتی خوب ندارد. بالای این بیماریش باز پسرش یعنی نبیره بابی بیمار است. ببینید که این پسر بابی جوان مرد است و یعنی مانند معیوب است، سلامتی نه آنقدر خوب دارد. اگر سلامتی خوب می داشت محتاج کسی نبود، البته خودش کار میکرد، زندگی را پیشبرد میکرد. انشالله برادر عزیز اگر ما و شما پهلوی همدیگر باشیم 50 روبلی 100 روبلی خیر کنیم، انشالله الله هم در این دنیا و هم در آخرت پاداشش را میدهد. برادر عزیز این ویدیو را به دوستانتان حتما برسانید، به همه سایت هایتان پهن بکنید و دعاگوی این برادر باشید. خدا نگهدار. جواب گفتن کاش که این جواب امروز برادرای مسلمانی ما و شما گویند. کاش که این سخنی که حضرت یوسف گفتن از زبان ما و شما صادر شود. حضرت گفتن اگر من دائم اگر سیر گردم از حال گرسنگان فراموش میکنم. اگر من دائم سیر گردم، اگر از تمام این نعمتهایی که خدا برای من روزی کرده است استفاده برم، این حالت در چنان مغرور میشوم که از حال گرسنگان فراموش میکنم. امروز این حالت بالای همه ما و شما آمد. حالت خودمان خوب میکنیم، پروای برادر ما نداریم. این حالت وقتی در کدام ما و شما پیدا شد، یقین دان که ایمان تو ایمان ضعیف است، ایمان تو ایمان کامل نیست. بسیار جای حسرت است که امروز ما و شما دلسوزی نداریم. یک برادر ما و شما اگر در عراق باشد، اگر در سعودی باشد، اگر در کدام گوشه دنیا باشد، وقتی خبری شنیدید که حال اونها مشکل است، زندگیشان وزنین است، زیر بانبهای این جهود بدبخت دارد، باید به شما غمگین باشین. این اون برادر ماست. اگر این حالت شما را غمگین نسازد، شما با دلتان گذرانید که تا حال ایمان شما کامل نشده است. باید ما غمخوار باشیم. خدا رحمت کنه حضرت عمر یادم آمد، در زمانش قحطی آمد، گرسنگی آمد. حضرت عمر خلیفه مسلمان ها، پریزیدنت همون زمان، خیلی دنیای کلان در دستش بود. وقتی حالت مسلمان ها که وزین آمد، هر خانه که سر پیش میکرد دید که مردم طعام های با لذت که ندارد، اولین ضربه که بر جان خود زد چی بود؟ پختن خوراک های روغنی را در خانهش قطع کرد. گفت در خانه من دیگر نبینم که خوراکی روغنی دار پخته شود. اولین ضربه که حضرت به جان خودش زد. دوم چیکار کرد؟ دوم از گوشت خوردن پیشی دهان خودش را بسته کرد. حتی شریکانش میگفت
که از شکم عمر صدا می برآمد، از روده های مبارک صدا می برآمد و به جانب شکم می گشت و می گفت تا زمانی که اگر فرزندهای مسلمان از طعام سیراب نشوند، اگر صدای تو ای روده ها مدینه را پخش کند، برای تو خوردن گوشت و شوربا حرام است. این سخن حضرت عمر بود، سردار همه مسلمان ها، سردار ما و شما. برای این خاطر من به این برادر چی میگویم؟ اگر خواهد که اینما المؤمنون اخوة شعار او باشد، باید که رحم در برادری خودش کند. وای وقتی که به دادری که از یک پدر و مادر رحم ندارد، وای به همسایه از کجا رحم میکند؟ این الله که سنگدلی این برادر را نشان میدهد. این زر و نعمت از سر همه ما و شما سبیل میماند، همه اینا باقی میماند. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید زر و نعمت اکنون بده کانی توست. امروز این کلیدهای گنجینه و خزینه که در بر داری، امروز اون کلیدها همه که سردار او تو هستی، اینا را کشاده کو به مردم تقسیم کن. زر و نعمت اکنون بده کانی توست که بعد از تو بیرون ز فرمانی توست. وقتی تو مردی این کلیدها را دیگر کسا صاحب بشوند، این صندوق ها را دیگر نفر کشاده میکنند. و دنیا توانی عقبا خری، میتوانی ای انسان مالدار میگوید میتوانی که جنت خری، با این دنیا میتوانی که جنت خری. یعنی اگر تو خیر احسان کنی، اگر تو رحم و انصاف تا اگر به کار بری، تو آخرت خریدگی هستی. و دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. خر میگه جان عزیز، من بسیار یک موسیقی تجربه داری هست و میگوید من از تو در عالم است و من از تو در خوبتر میفهمم. بعدا حسرت میخوری، فایدت نمیکنه. هر کی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. میمری میرای، این خانه ها با مردهای دیگر می آیند، در اون خانه ها با دادرای زنت میشینند، دادر تو اجاره میگردن. السلام علیکم داملای عزیز. اگر مرده بالغ را با کودک یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده بالغ با کودک ها یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده که بالغ است، یعنی یک مرد مرد 40 ساله 50 ساله، در برابرش باید طفل دیگر آوردن، سال نو تولد شده است یا 1 ساله است یا 2 ساله است. اگر شما خواهید که هر دینها را یک جنازه کنین، اجازت میدهد شریعت، جایز است. مرد کلان از پیش خودت می ایستد و طفل از بری او، از پایانتری او می ایستد، این از پهلو از قسم بالا می ایستد، جایز است. اگر تنها اگر خواهید که جنازه کنین، این بهتر است گفتن. آیا آدمی به بالغ را 3-4 نفر را یک جایه چی؟ اینم درست است. اگر 3-4 آدمی که به بالغ رسیدن، یعنی از 12 بالا هن، اگر همه شما یک جنازه هم که خوانیم، اینم جایز میشه. لیکن تنهاش بهتر گفتن. لیکن معنی را ندارد که یک جای خواندن اینها نادرست باشد، درست است. کسی غیبت کند برادرش را، نیکیهایش را خدا میگیرد و نابود میکند. آیا این راست است؟ راست است البته. کسی اگر یک برادرش غیبت میکند، خداوند نیکیهای او را میگیرد. امام حسین ابن علی، بچه حضرت علی، امام حسین میگوید یک کس خبرش آورد که فلان همسایت را در فلان معرکه غیبت کرد. امام حسین چگونه رفتار کرد؟ میگوید در یک طبق پر از خرما کرد و خاندان این مردی که او را غیبت کرده بود همونجا رفت، در روایه میگوید زد. وقتی کشا دید حسین، گفت ای نبیره پیغمبری خدا، خوش آمدی، مرحمت. این گفت نه، گفت من خانه تو نمی درایم مگر من شنیدم که تو امروز آن مقدار حسناتی که داشتی همش را مرا دادی، من هم در عوض این نیکی تو به تو نیکی میکنم، این توقی خرما را قبول کن. اگر چنده که نیکی من نسبت نیکی تو خیلی کم است. یعنی کسی که اگر کسی را غیبت میکند،
یقین داند که خداوند حسنات او را، نیکی های او را میگیرد، در نامه اعمال اون شخصی را که غیبت داشت در نامه اعمال او میپرتاید و بدی های او را گرفته در نامه اعمال این غیبت کننده میپرتاید. از این بهترین توفه است. خوش به حال ما که امروز میشنویم در فلان جا غیبت ما کردن. خوش به حال ما، غیبت کنین، این حال ما خوب می شود، نیکی های ما زیاد می شود. در اینجا چند برادرات میارن، من نمیخوانم اونها را. داملای عزیز، جمع پیغمبران چند تا هستند و چند تای او در قرآن هست. التماس نامهایشان را تکرار کن تا که ما از کسیته ها نوشته گیریم. و حضرت موسی سخن خدا را میشنید با گوشهایش، یا چگونه سخنرانی هایش بود. خداوند در سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خداوند در این سوره نساء برای پیغمبر خدا حکایه کرد که ای محمد صلی الله علیه و سلم، بعضی از پیغمبرها را من برای تو قصه کردم و بعضی از پیغمبرهای دیگر را در قرآن نامشان یاد نکردم. یک حدیث خیلی طولانی در تفسیر ابن کثیر است که ابوذر روایت میکند، میگوید از پیغمبر پرسیدم از اول دنیا تا آخر دنیا چند پیغمبر آمد؟ حبیب خدا گفتند 124,000. گفتم چند تا این رسول بود؟ گفت 313 تا این رسول بود. این گونه روایت هم آمده است. لیکن در قرآن 25 تا او 25 پیغمبر نامشان ذکر شده است و خلاص. باقی اونها را خدا گفت ای محمد من برای تو قصه نکردم. من از تفسیر ابن کثیر نامه های اینها را نویساندم، میخواهم گوش اندازین. حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت حود، حضرت صالح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت یونس، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، ذوالکفل و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. انا این 25 پیغمبری که نام گرفتم اینها در قرآن آمدن. دیگر این 124,000 پیغمبری که پیغمبر ما با ابوذر جواب گفت، باقی اینها را خدا گفت من برای تو محمد صلی الله علیه و سلم قصه نکردم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما یک سوال داریم که یک گروه مخلصان شما جوابش را با پررگی میگردانیدید. التماس سوال ما همین است که در درون حمام غسل نماز جمعه را میکنی و با تنه لوچ طهارت کردن ممکن است یا نه؟ خواهش مرا رد نکنید، التماس بین ما جنگ شد و داد ما برس. یعنی در حمام وقتی شما رفته آبازی میکنید شما گناهگار میشوید. یقین دانید که شما از ثواب جمعه محروم شدید. وقتی اگر شما یک جایه در حمام رفتید، حبیب خدا گفتن زمانی میشود که مردها دیوس میشوند. گفت چی گونه؟ گفت زنهای اونها در حمام غسل میکنند. این حدیث های صحیح پیغمبرند. در حمام یک جایه وقتی که شما آبازی میکنید، ترک فرض میکنید، یعنی از زیر ناف تا زیر زانو که فرض است اینا که شما نمیپوشانید و اگر شما هم پوشانید و دیگرها که نمیپوشانند، این حالت در همه شما گناهگار هستید. اگر در همون حمام ها اگر شما تنها اگر غسل کنید جایز است، همون نامرهایی که ما و شما میگیم، اگر در اونها رفته غسل کنید جایز. لیکن در بین مردم با تنه لوچ وقتی شما غسل میکنید، این هم بی حیایی است، این هم بی شرمی هست، این هم البته به البته گویم یک بی ناموسی هست
که شما ترک فرض کرده ایستاده اید. از این خاطر غسل با تنه لوج می شود. وقتی ما و شما غسل که کردیم، این حالت همون از طهارت ما و شما واقع می شود. لیکن کاری کنید در حمام ها اگر یک جای همگی باشد و با تنه لوج نروید، شما گناهگار میشد. تنها باشد اجازت است. این فرمان شریعت است. من به شما حواله میکنم، اختیار دارید. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. میگویند که در روز عید، خواه عید رمضان خواه عید قربان باشد، 100 دانه تخم دهی حساب یک چارواه ذبح کردگی می شود. آیا این درست است یا نه؟ این نادرست است. اگر 100 نه 1000 تخم که دهی برابر ذبح گوسفند برابر نمی شود. او ذبح دیگر چیز است. او خبر است، با نص قرآنی است، با احادیث های پیغمبر خدا هست. با دادن تخم چاروا هیچگاه البته ذبحش ده شما ثوابش ده شریک نمی شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گردانید که حتما ضرور است. همه زنها میگویند که در روز سه شنبه یا اینکه روز پنجشنبه بعد نصف روزی میگویند بگاهی جمعه میدراید. پوشاک شستن یعنی لباس شستن، سر و تن را شستن اوبال است. آیا این درست است یا نه؟ خواهش میکنم حتما سوال مرا جواب گردید. منم از شما خواهش میکنم که بس کنید زنک ها را گوش کردن. چگونه ای که از ما خواهش میکنین، من از شما خواهش دارم که زنها را کم گوش کنید. هیچ مادر اپا و خواهر شما مدرسه ختم نکرده است. هیچ کدام آنها علم ندارن، همه اینا جاهل هستند. من در همین مردم زندگی میکنیم. من نمیدانم زنهای ما چند قدر علم دارن. از شما خواهش، اگر مرد باشید، برادر باشید، همون عالم هاتون گوش کنید. بس کنید مامم گفت، بابام گفت، اکم گفت، فلانی گفت. اینا دلیل شرعی نمی شوند. اگر کدام انسانی را شما اگر مثالم که آرین، اگر ما تا در کتاب نبینیم سخن او رد از قبول نیست. امروز الحمدلله در پیش ما کتاب است. ما خداوند خط داده است، سواد داده است. دیگر ما احتیاج به هیچ مادر و اپا و دیگر شما نداریم. برای همین شما هم اونها را گوش ناندازین. اینا همه دروغ هستند. چه روز سه شنبه میشوی، چه روز جمعه میشوی، چه روز چهارشنبه، همه روز برای ما و شما لباس شستن، تازه گشتن، پاکیزه گشتن سنت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و تنی صحت و دل بیغم را آرزو دارم. اکای حاجی میرزا، شما بگویید که در فصل زمستان مسجد محله ما خنک است. ما در همسایگی مسجد اقامتی میکنیم و من باشم از زبان شیرین شما شنیدم که اگر کسی در همسایگی مسجد میشیند و در مسجد نماز نمیخواند، نماز او حتی نماز نیست. در زمستان هم مسجد رفته نماز خوانیم یا در خانه. من حالا باشد نمازهایم را هر روز در مسجد میخوانم. التماس خواهش میکنم که سؤال مرا پر جواب گردانید. خوش به حال همو برادرهایی که چی در تابستان و چی در زمستان در مسجد رفته نماز میخوانند. البته کسی که نماز در همسایگی مسجد است و نمازش در خانهش میخواند، این نماز قبول نمی. پیغمبر خدا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، این حدیث صحیح است. نیست نماز از برای آن کسی که اگر در همسایگی مسجد زندگی کند و در خانه نماز خواند. زمستان، تابستان، همه حالت در گردن ما نماز با جماعت سنت مؤکده هست. باید که ما و شما ترکش نکنیم. اگر ترک کردیم ما و شما گناهگار میشویم. این گناهگاری هم کاری هزل نیست، کاری آسان نیست. همه این مسجد امروز خنک است. السلام علیکم داملای محترم. یک برادر اسلامی 7 پاره قرآن را ختم کرده و پاره 8 شروع کرده است. امیدوار یک کف دعای شماست. التماس در همین جمعه در حقش یک دعای خیر کنید. با احترام برادر اسلامی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان باز هم علمی لدون و ذهن ذکی، علم نافع، علم با عمل و حفظ مکمل خدای مهربان با این بنده خود نصیب بگردانی و به تمام آن
اون میخواندگی هایی که دارد عمل کردن در خدا موفقش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم دولای شیرین زمان. من میخواستم از شما بفهمم که آدم های هستن که میگویند که خدا زده باشو او راه زده نه. باز میگویند که در پشتش کدام اوراحی بود است که او با فلان بلا گرفتار نشد. من با آنها میگویم که شما نادرست میگویید. شما چی میگویید؟ در آخر در حق شما یک فکر کنید. میگویند که در ما و شما که خدا زده باشه او راه زده نباشه. وقتی انسان خدا زد دیگر ارواح او را مددگار میشود. نقطون یک همین سخن گوش اندازید. از همه مشکل ترین خدا زدن است. وقتی خدا کی زد از دست ارواح چی می آید؟ این مثل همون سخنهای ما و شما که از جامون میخیزیم یا علی شعری خدا گفته مثل شیعه هاواری. ولی بسیاری از ما و شما همین عادت داریم از جامون که خیزیم یا علی شعری خدا مدد کن. این کفر است، این شرک است. از جات که میخیزی یا الله می نشینی یا الله پیرا مدد کن. پیرها مدد کردن نمیتونند. خدا مدد کن. اینا هست. باید این کلمه ها باید از زبان ما و شما دور شود. اینم به منزله امین است. پیرها مدد ما میکنند. اگر ما و شما نزدشان رویم تعلیم گیریم، تفسیر قرآن خوانیم، تفسیر احادیث ها خوانیم، مدد از همین خودش یاردم کردن از ثواب میگیرند. لیکن از اونها مدد طلب کردن در ما حق نداریم. اگر خواجه شود از بنده راضی و او یار است استقبال ماضی. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. اگر خدا از تو ناراضی شد، اگر خدا که تو را زد، دیگر دنیا و قیامت در تو هیچ دوست برای خودت یافته نمیتانی. حضرت گفتن همین مسئله را هم خیلی با دقت باشیم. علی شعری خدا گفته از جا خیستن، از حضرت علی مدد طلب کردن یا باهودین بلاگردان، اینا از ما نیست برادرای عزیز. اینا از اسلام نیستند. خیستین الله گفته از جاتون خیزید. نشستین الله گفته. هر کاری را که شروع میکنین به نام الله گفته شروع کنین، انشاءالله برکت میابین. استاد عزیز، همین 4 مصرع خطی که من نوشتم اگر در درآمدگاه مسجد می نوشتید